سلام دوستان، اومدم با معرفی کتاب دختر کشیش. این کتاب اثر جورج اورول نویسنده مشهوره. دو کتاب دیگه از این نویسنده فقید یعنی 1984 و مزرعه حیوانات بسیار مشهور شدن، ولی این کتاب نه. داستان کتاب راجع به دختر کاتولیک معتقدی به اسم دوروتیه که پدرش یک کشیش به شدت عصبانی و بد اخلاقه. دوروتی دختر به شدت نگرانیه و همیشه نگران خراب شدن کلیسای شهره. دوروتی اونقدر معتقد و مذهبیه که حتی با پسر مورد علاقهش هم ازدواج نمیکنه. داستان این کتاب به دو بخش تقسیم شده. زمانی که دوروتی حافظه‌اش رو از دست نداده و داستان اصلی از بخش دوم شروع میشه که دوروتی دچار از دست دادن حافظه‌اش میشه و در یه شهر دیگه به هوش میاد. این کتاب در واقع داره به مذهب بدون تفکر میپردازه. این کتاب با اینکه به موضوع خوبی پرداخته، اما برای من دو علامت سوال به وجود اومد در حین خوندن این کتاب. یکی این که چی شد که دوروتی دچار فراموشی شد و یکی دیگه این که چطوری از یه شهر غریب سر در آورد.